روز شنبه در نتیجه کندن کوهپاره کمش 24 ساکن دهه ایوسوی ناحیه اوزگین ولایت اوش قرقیزستان در زیر لایابه ماندند. روز یکشنبه 30 اپریل قرقیزستان به یاد قربانی ها ماتم دارد. بعد باران های پی در پی صبح 29 اپریل یرچ فرامده 11 منزل دهه ایوسوی را محو نمود. احتمال 24 نفر بینام و نشان شده از جمله 9 کودک هنگام آفت طبیعی در خانه هایشان بودند. زمان تهیه این گزارش یگان جسد یافت نشده بود. تخمینا 200 خادم گروه های نجات سعی دارند از زیر لای خاک که در بعضی جایها تا 10 متر بلند است جسد پیدا کنند. خادمان وزارت حالتهای فوق‌العاده هشدار دادند که احتمال یرچ تکرار شود. آنها ساکنان 40 منزل باقی مانده را به جای امن انتقال داده برای آنها خیمه می‌سازند. وزیر حالتهای فوق‌العاده قرقیزستان قوتبک بورونوف تاکید می‌کند که 3 روز پیش از فاجعه خادمان وزارت حالتهای فوق‌العاده و مقامات محلی با ساکنان دهه ایوسوی واخورده به آنها پیشنهاد کردند که به جای بی‌خطر کوچانیده شوند. ولی به گفت وزیر ساکنان از ترک دهه خودداری کرده و حتی زبان خط نوشتند که از کسی دعوا ندارند و از حالت اضطراری آگاه می باشند. در صحبت با خبرنگار ریترز ساکن ایوسوی صادق داراقولوف گفت که اگر کسی آنها را آگاه می کرد مگر آنها در آنجا می ماندند. او می افزاید آنها بعد فاجعه می گویند که منطقه خطرناک است. داراقولوف تاکید می کند که حالا جای رفتن ندارد. خویش و نزدیکانش هم نمی توانند خانواده او را برای دراز مدت سرپرستی کنند. ساکن دیگری دیگه خانم کرش عبدالله‌ایوا میگوید کوهپاره مجرای رود محلی را دیگر کرد و آب دریا به خانه های آنها جاری شد. آنها تنها امکان یافتند که چیزی در دست گرفته از مکان فاجعه فرار کنند. حالا به قول این خانم تمام مالکیتشان در زیر آب مانده است. با فرارسی شب عملیات گروه های نجات متوقف شد. خبرگزاری های روسیه اطلاع می دهند که سر از آغاز سال روان در ولایت اوش قرقیزستان که هم مرز با تاجیکستان است کمش 25 حادثه فرآمدن یرچ به وقوع پیوسته کمش 6 کس هلاک شدند.